امروز جامعه تاجیکستان در سیمای زن نه تنها مادر، خواهر و همسر بلکه سیاستمدار شناخته، دانشمند اصیل، سرور موفق، صاحبکار سخاوتپیشه، طبیب حاذق، کارمند پاک وجدان مقامات حفظی حقوق، حامی وطن، بناکار نامدار، مربی نسل‌ها و همشیره مهربان را می‌بیند که این مایه افتخار هر یکی ما و شما میباشد، گفته سرور دولت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. نقش بانوان در تحکیم و رشد جامعه، بنیاد عائله خوشبخت، تعلیم و تربیت فرزندان و افزایش اعتبار خاندان نهایت مهم و ارزشمند میباشد. قید نمود ضمن سخنرانی خویش رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده در چاره‌بینی بخشیده به روز مادر. گواهی کامل دارم که زنان و بانوان صاحبکار و محنت‌ترین ملت با سعی و تلاش کامل خویش در سمت بهداشت سطح زندگی جامعه هدف عملی اعلام کردن سالهای 2021 سالهای رشد دهات، سیاحتی و هنرهای مردمی و این وسیله احیا و رشد هنرهای ملی، همه نمودن زنان و دختران با جایگاه کاری، تحکیم ارزش‌های بالایی وحدت و همگرایی، دوستی و رفاقت، وطنپرستی و در مجموع سزاوار پیشواز گرفتن جشن بزرگ ملت 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان عزیزمان صحنه ارزنده خود را می‌گذارد. مادر آفرینده نسل‌ها و سازنده نسل‌هاست. اگر زمین به مادر حیات بخشد، مادر به حیات بقا بخشیده است. مهر مادر از خورشید پرزورتر و آغوش گرمش بهشت بنی بشر است. امروزها بانوان کشورمان برابر مردان ناموس وطنداری را به دوش خود گرفته در ساحه‌های مختلف حیات جامعه و دولت غیرتمندانه فعالیت دارند و با تشبث‌های سازنده خود تاجیکستان باز هم آباد و زیبا گردیده ایستاده است. رجب احمدزاده ضمن سخنرانیش گفت که زنان و مادران رسالت همیشگی خویش، تربیت زیبایی و عفت، حلالکاری و پاکسرشتی را در ضمیر فرزندان ادامه داده نسل نورس کشور را در روحیه افتخار بزرگ وطنداری به کمال می‌رسانند. مادر گهواره و عالم را به هم می‌پیوندد. رسالت پرزحمت پرورش نسل‌ها را به دوش کشیده با سروش زمین پاکش برای هستی فرزند، آبادی خاندان و آسایش جامعه تلاش می‌نماید. شاعر زنده‌یاب تاجیک استاد وحید شیرازی در این مورد درست تاکید نمودند. در و دیوار جهان خود در و دیوار زن است. کار دنیا همه در پیروی کار زن است. راهبر ولایت کلی مادران تاجیک را با روز مادر تبریک و مبارکباد نموده در نزد بزرگی هر مادر تاجیک سر تعظیم فرود آورد. یک دولت حقوق بنیاد دنیوی و دولت آباد، دولت بسیار همچون بهشتی روی زمین را به ما آفریدند و مادر پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب ولی محترم امامعلی رحمان دیوانشان شاد باشد و در سیمای این مادر پیشوای ملت و همه شما سری تعظیم فرود بیاورد. در قسمت فرهنگی برنامه هنرمندان و سرایندگان محبوب جمهوری تاجیکستان و ولایت سوخت تمام مادران و بانوان را با سرودهایشان تبریک کردند. آن دختری همسایه برگشتن می‌آید، آن دختری همسایه برگشتن می‌آید. گزارش پروین احرار و نادری نسیمزاد برای برنامه تلاوتی پیام روز.